سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 30 اپریل در خدمت شما. سفیر تاجیکستان در روسیه روز 30 اپریل به عیادت شهبال میرزایف مرزبان جوانی رفته است که یک همخدمتش در ارتش گردنی او را شکست. نومان میرزایف پدر شهبال به رادیو آزادی گفت عبدالمجید داستیف به شفاخانه نظامی کراسنوگورسک به مسکو آمده و همچنین به آنها کمک مالی کرده است. شهبال میرزایف را که در همین روز 22 ساله شد چند روز پیش برای جراحی به مسکو آوردند. خود شهبال در صحبت تلفنی به ما گفت: ستونواره شهبال میرزایف ساکن ناحیه اشت روز 8 مارس بر اثر بدرفتاری یک همخدمتش آسیب دید و حالا پایهایش از حرکت باز ماندند. مقامات کولا به صدها تاجر این شهر وعده دادند که مسئله از مالیات و یا انداز آزاد کردن آنها را با حکومت در میان میگذارند. فرهاد قربانوف سردار بخش نظارت اندازی شهر کولا به تاجران بازار سخاوت گفت مسئله برای مدت از مالیات آزاد کردن آنها را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد میکنند و امیدوارند که پیشنهادشان به نوبت گرفته می شود. تاجران بازار سخاوت که بازار آنها ماهی ینور را تشکیل گرفت روز 30 اپریل در حکومت شهر کولاب جمع آمده و شکایت کردند که ناظران انداز برخلاف وعده حکومت از آنها مالیات طلب میکنند. بعدی در کام آتش نابود شدن بیشتر از 400 دکان و غفره‌ها در بازار بزرگ سخاوت کولاب در اول ماه ینور مقامات رسمی به 668 تاجر و صاحبکار زیان دیده وعده دادند که برای یک سال و تا درست شدن کارشان آنها را از سپردن مالیات آزاد میکنند. در تاجیکستان طرحی قانون معرفی شد که در صورت قبول آن ممکن است نابالغان قانون شکن به مؤسسه‌های مخصوص اصلاحاتی کمتر بیفتند. قانون درباره مدیاتسیا و یا میانه‌روی که مرکز حمایت از حقوق کودک روز 30 اپریل در دوشنبه معرفی کرد اجازه می‌دهد والدان کودکان قانون شکن با میانجیگری افراد عادی بین هم مصالحه کنند و پرونده جنایی به دادگاه نرسد. طرح این قانون در زمان پیشنهاد می شود که جنایتکاری در بین نابالغان در تاجیکستان سال به سال افزوده است. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.